سلام دور قلبتون بگردم. امشب اومدم با این کارت های قدرتمند تاروتم براتون نیت کسی که در حقتون ظلم کرده، کسی که بهتون بدی کرده چه کارمایی پس میده. عزیزان، این فالی که قراره امشب براتون بگیرم فال کارما هست و از شما میخوام که روی اون شخصی که باعث اذیت شما، باعث ناراحتی شما شده تمرکز بکنید. دور چشات بگردم که ببینیم کارت ها کارمای شخص رو به چه شکل نشون میدن. گرچه اصلا دوست ندارم این ریدینگ رو، ولی به خاطر دل شما این کار رو انجام میدم. حتی اگه چند نفرم هستن شما میتونید که اسمشون رو، تصویرشون رو تو ذهنت داشته باشید تا بررسی کنم برات. فقط باید تمرکزتو نگه داری و انرژی قشنگتو ثبت کنیم با لایک کردن، با سابسکرایب کردن کانال و کامنت گذاشتن این که این جمله رو که من رها هستم، من میبخشم. حتما اینو بچه‌ها برای من بنویسید. میخوام که هم با این ریدینگ کارماشو بهتون بگم، هم ازتون قول میخوام که تا آخر این ریدینگ همراه هم باشید و دیگه ببخشید. درسته خیلی از ظلما، خیلی از بدیها امکان بخشش وجود نداره، انقدر که دلتون رو بد شکستن یا جوری سوزوندن دلتون رو که اصلا امکان نداره از ذهنتون خارج بشه. ولی من ازتون میخوام که بعد از این ریدینگ یا در حین این ریدینگ یا همین الان برام بنویس که من رها شدم، من بخشیدم. حتما این جمله رو بچه دست جمعی ارتعاشش فوق‌العاده بالا و فرکانسش بی‌نظیره. حتما برام بنویسید. خب دوستان نیت کنید که ببینیم که چه کارمایی داره دست میدم. نیتم نیت شماست. ببین عزیزم، برای یه عده میبینم که شخص مد نظرت کار قانونی، گره قانونی براش پیش اومده و داره نشون میده که این شخص نسبت به همه چیز احساس میکنه برتری داره و انگار قدرت دستشه، اما ناامیدی بسیار زیادی من یا الان میبینم در حال حاضر داره یا قراره واردش بشه. دیدی مثلا طرف میگن حال فعلا کلش باد داره، نمیفهمه که این گره ها و مشکلاتی که براش به وجود اومده کجا داره میخوره. یه همچین حالتی رو براش میبینم و من براش یک جدایی دارم میبینم. شخصی که تو نیت کردی، شخصی که میخوای کارماشو بدونی، من یک جدایی دارم میبینم، یک تنهایی، انگار که این جدایی یا اتفاق افتاده یا در آینده نزدیک میفته که هیچ کاری نمیتونه کنه. و برای یه عدتون میبینم که انگار خیلی دور شلوغه اون شخصی رو که نیت کردی و از اون دست آدمایی که به شدت مهمونی بره و مهمونی بده و یا مسافرت آنچنانی بره، اما داره میگه که دچار انزوا و تنهایی هست، یا الان این اتفاق براش افتاده یا قراره که بیفته. چیزی که اینجا داره نشون میده قصر نمیتونه در بره. یک کارهایی رو در گذشته انجام داده که میتونه یه برنامه ریزی مالی باشه، میتونه مهاجرتی باشه یا برنامه ریزی احساسی، فرقی نمیکنه. یک برنامه ریزی این شخص انجام داده که خیلی منتظر نتیجهشه، یعنی داره یه جورایی لحظه شماری میکنه، انتظار میکشه که نتیجه کار ببینه کی به دستش میرسه و خیلی مطمئنه که نتیجه کار عالیه، ولی دقیقاً جایی که انتظارش رو نداره من دارم میبینم زمین میخوره، به خاطر اینکه این شخص یک مقداری تفکرات غیر منطقی داره. یعنی من دارم یه حالتی رو تو نحوه تفکر کردنش میبینم که اصلا منطق توش نیست. یعنی یه جورایی اصلا نگاه کن عزیزم، آدمی که بیش از حد روی خودش حساب میکنه و دقیقاً از همونجا میخوره.
یعنی راجع به حتی مسئله احساسیش هم داره وارد یه سری مشکلات میشه یا شده. و برای یه عده میبینم شخصی که در رابطه هست با حالا شخصی که نیت کردی یا همسرشون هست، بدون که 90% میتونم بگم که داره اون شخص رو تحمل میکنه به خاطر مسائل مالی. نمیگم 100% چون فال به صورت جنرال دوستان، ولی 90% من دارم براتون به این شکل برای اون شخص میبینم. مسئله دیگه که داره نشون میده، یک ثباتی رو دارم در زندگیش میبینم که قراره به زودی به هم بخوره. یعنی این ثباته یه جوری به هم میخوره که انگار اصلا تصورش رو هم نمیکنه، یه رازی برملا میشه. یعنی یک رسوایی رو یعنی اگه دست رو بی‌آبرویی گذاشته یا دست رو به ناحق حرفی زده، کاری کرده که دلتو شکسته و اذیتت کرده بدون اینکه حقیقتی بوده باشه، من دارم میبینم که یک رازی هست که انتظار برملا شدنش رو نداره و قراره که این اتفاق بدجورم برملا بشه. و چیزی که من دارم براش میبینم، این شخصی که شما راجبش نیت کردی، حالا هر نیتی داشتی، اون عزیزانی که متأهل هستید، یعنی یه عدتون میبینم که مشکل بارداری حتی بوده، یعنی باردار نمیشه، بچه دار نمیشید و دارید سعی میکنید که تو مسیر پزشکی و اینا قرار بگیرن، اما من میبینم که متاسفانه چی تو این شرایط بگم، اما این اتفاق نمیفته و تمام داروها، تلاش هایی که انجام میدن برای بارداری متاسفانه بی ثمر هستش. اون کسی که حالا نیتش کردیم. مسئله دیگه که داره نشون میده، یک کاری رو این شخص داره انجام میده، یک کاری که به شدت استرس‌زاه، کاری که نگرانش کرده. حالا میتونه تو محیط کاریش باشه یا کاری که داره انجام میده، حالا اگه شاغل هست یا تو زمینه زندگی احساسیشه. ببین داره نشون میده که یه حالت استرسی شدید داره و خودش رو نشون میده، یعنی خیلی آروم، جوری که هیچکی متعجب نشه، از درونش با خبر نشه. اما من این پنهونکاریشو خیلی نمیبینم دور باشه و آوازه شکسته این آدم توی 5 وعده دیگه به گوشت میرسه، اصلا شک نکن. حالا اگه از اقوامته یا از کسی باشه که خبرش به گوشت برسه، بدون که این اتفاق تو 5 وعده دیگه میفته، چون این آدم فعلا داره استقامت میکنه و تو شرایط قرار گرفته که نمیخواد باور کنه که همه چیز داره برعکس براش پیش میره و داره نشون میده که این شرایطی که ببین دیدی میگن با سیلی داره صورتش رو سرخ نگه میداره، دقیقا این شرایط این آدمه. به خاطر تصمیم‌های غلط، انتخاب‌های غلط، به خاطر عادت‌های بدی که داشته این شخص با کسی که در رابطه هست، تو روابط احساسی، طرف مقابلش اصلاً آدم سالمی نیست و داره نشون میده که این آدم خیلی اهل جادو و جنبل و طلسم و این چیزا هست. نه به لحاظ این که بگم مثلا سالم نیست، منظورم این نیست که چون این کارا رو میکنه سالم نیست، نه، به خاطر اینکه دروغ زیاد داره، پنهانکاری زیاد داره و این دروغ ها دونه دونه داره در میاد و باعث میشه که این آدمی که تو نیت کردی سردرگم بشه. و برای خیلی هاتون میبینم که رو این شخصی که نیت کردی روند زندگیش رو به پیشرفت بوده و همش داشته پیشرفت میکن، اما الان این روند تغییر کرده و افتاده رو سرازیری و پیشرفت هایی که تو زندگیش داشته دونه دونه داره عقب گرد میکنه و انگار اصلا متوقف شده از زندگیش، انگار که هیچ کار خاصی دیگه نمیتونه انجام بده و هیچ تمرکزی نداره به هیچ عنوان. حالا خودت هم این صحبت هایی که من دارم میکنم و متوجه میشی به زودی.
و میبینم ایشون یه بحثی رو داره با آقایی که خودش کوچیک‌تره، میتونه برادرش باشه، شریکی باشه، هر چی که هست، دوست، اقوام، یه بحث خیلی جدی با اون شخص داره و در پایان اصلا براش خوب نیست. و برای یه عده‌شون میبینم که از طرف این شخص یک خبری بهش میرسه، یه خبر بسیار ناگوار، حتی برای یک عده داره نشون میده که داره این شخص سومی هست تو رابطه و سرکلش پیدا میشه. اگه تو برای شخصی که نیت کردی، کسی هست که حالا تو رابطه ای هست و اون خانومی که تو رابطهش هست، چه متأهل چه شریک احساسی، داره بهش خیانت میکنه و خود اون شخص سوم قراره که برملا کنه و بره بگه نگاه کن آشوب و رسوایی و من دارم تو زندگیش میبینم، یا الان درگیرشه یا در آینده نزدیک تو 5 وعده بر هر کدومتون یه 5 که این برملا شدن رسواییش داره نمایان میشه. اصلا شک نکن بچه. اولش یادم باورش شد نشه، چون برای یه عده‌تون میبینم کسیه که این شخص که خودش رو بعضن به نادونی میزنه، به بیاری میزنه، به کوری میزنه، میدونی، ولی واقعیت رو من دارم میبینم که با سند و مدرک قراره اینی که تو براش نیت کردی رسوا کنه، رسوایی که نتونه دیگه سرش رو بالا بیاره. یعنی حتی امکان داره که ببین یک آقایی که از جنس دوست، رفیق، اقوام، هر کی که هست، خیلی صادقانه انگار تا کرده بود، اما انگار که خیلی مثلا صادق بوده، رو راست بوده با این شخص که تو نیت کردی، اما الان داره متوجه میشه که این شخصی که تو براش نیت کردی تو این هیته‌ای که باهاش بوده چقدر براش زیر و رو کشیده، چقدر بهش دروغ گفته، چقدر سرشو گول مالیده تو خیلی از مسائل و یک سری رازها و مسائل داره برملا میشه در زندگی این آدم که تماما قرار وجودشو بگیره. و اینجا داره نشون میده که این شخص یه جورایی فقط داره نگاه میکنه، انگار هیچ کاری از دستش بر نمیاد و فقط انگار نظاره‌گره و دست و بالش 100% بسته است. بچه ها اینجا حرف از جدایی داره میزنه برای زندگی احساسیشون که این جدایی حتی به تأخیر هم افتاده. یعنی یه جورایی میتونم بگم که اگر این آدمی که نیت کردی به لحاظ احساسی به شما آسیب زده، به لحاظ حالا آبرو بوده، حیثیت بوده آسیب زده، دارم میبینم اگه متأهله یا تو زندگی عاطفی هست، مدت زیادیه که اون رابطه، اون زندگی گرم نیست به هیچ عنوان. یعنی یه جورایی که انگار فقط دارن ظاهرسازی میکنن، میدونی، یعنی رابطه اصلا گرم نیست و به زودی هم جدا میشن، اصلا این تو تالش هست. و مسئله‌ای که اینجا داره نشون میده آدم به شدت پر ادعای اینی که تو نیت کردی و این آدمی که انقدر پر ادعا هست به این زودی هم شکستش رو جار نمیزنه یا قبول نمیکنه یا هی داره پشت گوش میندازه و خودش هم یه جاهایی به تلنگر میخوره که نکنه به خاطر بدی هایی که کردن باشه تو تنهاییش، اما باز قبول نمیکنه. و یک خانومی قرار خیلی رک و راست به این آدم بگه که چه اتفاقاتی افتاده و اینکه همه چیو برملا کنه و از طرف این خانوم قرار این شخصی که نیت کردی بشکنه و بزنه زیر کاس و کوزه همه چی و بشورتش بذاره کنار. موضوع دیگه ای که اینجا میبینم اینه که ببین زیبایی زندگی قراره براش از بین بره و دیگه هیچ زیبایی نداره، چه به لحاظ کاری، چه به لحاظ احساسی، چه به لحاظ مالی، چه به لحاظ حتی فرزند. اگر متاسفانه فرزندی تو این مسیر و تو این تاله داشته باشه، من حتی بر اثر تصادف فوت یکی از فرزندانش رو میبینم به خاطر کارمای سنگینی که نه فقط با تو داشته، با خیلی ها داشته، چه لحاظ کاری بوده سر تو کلاه گذاشته، چه لحاظ احساسی بوده، چه هر لحاظی. این اتفاق رو من دارم براش میبینم و این اتفاقی که قراره برای آدم بیفته
به این شکله که یک دفعه‌ای تو یک دوره تاریکی میره و چیزی که داره نشون میده اینی که انتظار یه سری اتفاقا رو داشته که براش برنامه ریزی کرده بوده که من این کارو کردم، این میشه، اون میشه، موفق میشم، ولی دقیقاً برعکس پیش میره. یعنی یه جورایی انگار که داره شرایطی که بر بقیه به وجود آورده و ضربه هایی که زده دونه به دونه داره تو زندگیش اتفاق میفته و من حتی الانم گره ها رو میبینم که شروع شده، میدونیم؟ و داره نشون میده این شخص یک خیانتی در گذشته انجام داده. این خیانت میتونه به شما باشه، مثل خیانت به شرایط احساسی، شرایط به موقعیت مالیتون، شرایط با اعضای خانواده باشه، شرایط با دوستت باشه. من دارم مثالای مختلف رو بچه‌ها رو کلمه خیانت میذارم که فکر نکنید من این خیانتی که میگم برای اون شخص مربوط به مثلا مسئله احساسی. فقط خیانت به هر شکلی که باعث شده شما آسیب ببینید الان داره به همون شکل پس میده، چون مسئله تعهد این وسط بوده، تعهد این وسط بوده که هیچ وقت نداشته. و اینجا داره نشون میده خود شما رو که یه مدتی هست که خود شما عزیز دلم خیلی دلگیر بودی، دلخور بودی، فاصله، همه اتفاقا حالتو خراب کرده، برمیگشتی تو گذشته، پیگیر بودی یا خبر میگرفتی از این شخص. اما داره چی میگه؟ داره میگه عجله نکن، یکم آروم باش، دور چشات بگردم، چون جوابهایی که منتظرش هستی داره به سمتت میاد و چیزهایی که همیشه شاید از خدا گله میکردی، از کائنات گله میکردی که پس کی قراره من مثلا ببینم این با دل من یا با کار من، مال من، خانواده من، هر کاری کرده که قرار جواب پس بده. و داره نشون میده که یک طمعی که یه جورایی اصلا بیدلیل هست، زیادی از حد داره خودشو دست بالا میگیره و این زیادی بالا گرفتنه قراره که ببین با سر بندازه زمین و رسوا کنه و انگار بمب قراره بیفته وسط زندگیش. و الان میبینم در حال حاضر به شدت داره هیجانی تصمیم میگیره، به خاطر اینکه شرایط زندگی که الان داره از تمام جهات ناآرومه و این کارما و مسائلی که بهت دارم میگم تازه اولشه که داره شروع میشه. تنش، استرس همین الان شروع شده تو زندگیش و به خاطر همین هیجاناتش بالاست و انرژی های منفی خیلی زیادی تو زندگیش هست و باعث شده یه سری تصمیماتی رو بگیره که این تصمیم ها قراره متاسفانه به ضررش تموم بشه. از همه جوانب زندگی دارم بهت میگم دورت بگردم. حتما جمله این که یه ذره انرژیم افتاد چون حسشون میکنم، جمله این که من رها کردم و بخشیدم و برام کامنت کن حتما و این پست رو لایک کن. ببین داره نشون میده که این شخص داره دست و پای بیهوده‌ای میزنه و این دست و پا زدن نشون دهنده اینه که هر کاری کنه از این مخمسه و اتفاقاتی که داره براش شروع میشه در نمیاد، فقط داره الکی چنگ میزنه که تو اون باطلاق فرو نره و اتفاقاتی که داره میفته نمیتونه تنهایی حلشون کنه. آدمی نیستش که بتونه این شرایط رو وقتی پشت سر هم اتفاق میفته رو حل کنه. واسه همین داره میگه باید کمک بخواد از کسی. اما همونطور که کارت های تاروت داره نشون میده آدم هایی که کنارشونن دارن سود و منفعتی ازش میبرن. وقتی یه جای اون سوده منفعت قرار قطع بشه تنها میشه، پس هیچ دستی نیست که بخواد این آدم رو بکشه یا کمکش بکنه. یعنی منفی بافی، نگرانی هاش، یعنی میتونم بگم که استرس و تنش وارد زندگی این شخص شده الان و داره کم کم نابودش میکنه. میبینی دورت بگم افکارش، میبینی چقدر پریشونه. داره نشون میده نتیجه‌ای که منتظرش هستی خیلی نزدیکه و من خیلی هاتون رو میبینم که هنوزه ناراحتی، اذیت شدی، دلت شکسته، اما بدون دور چشات بگردم اون چیزی که تو میخوای
منتظرش بودی تو 5 وعده آینده اتفاق میفته. قشنگم. پس نگران نباش، جمله‌ای که گفتم رو بنویس. داره نشون میده یعنی اون درخششی که تو زندگیش داشته داره تبدیل میشه به رسوایی و حال بد. عزیزانی که بهشون علاقه داره، کنارشن، اون کسی که نیت کردی و میگم، خانواده‌ای که کنارشن، حتی اونا هم قراره متاسفانه آسیب ببینن تو این مسیر. اگه همسر داره من جدایی میبینم، مشکلاتی برای فرزندانش میبینم. اگه نه همسر نداره، اعضای خانوادهش قراره درگیر بشن. من قطعاً بچه‌ها اینجا یک فوتی عزیز میبینم برای اون شخص، متاسفانه. و یه ضربه‌ای که قرار این آدم، از اولین ضربه و محکمترین ضربه‌ای که قراره بخوره، از شریک احساسیشه. حالا همسرشه یا مثلا شریک احساسیشه، هر کی علاوه احساسی یه ضربه شدید میبینم. و دارم میبینم که این هر چقدر میخوای سعی کنه یه زمانی به خودش بده، احساس میکنه با گذشت زمان همه چی حل میشه، ولی این اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه وقت تقاص پس دادنه، به خاطر بدی هایی که کرده. داره میگه این شخص تو این فکر بوده که جشن بگیره، یعنی تو فکر این بوده که بخواد جشنی بگیره، یک مهمانی را بندازه و یه جورایی دور همی مهمانی بگیره، خب که قرار بوده این کار رو انجام بده. و حتی یک سری ها رو من میتونم بگم بهت که دعوت کرده، بهشون گفته، قول داده، اما در حال حاضر چیزی که اینجا من برای این شخص میبینم اینه که یه جایی قایم شده و این قایم شدنی که میگم نه منظور این که فراری شده ها، فرار کرده باشه، نه، یه جورایی خودشو زده به اون راه کلن، انگار نه لازم مالی شرطشو داره و درگیر این مسئله شده. توی زندگی آدم نشون دهنده اینه که انگار یه حالت تار عنکبوت بسته شده، خب، و این تارهای عنکبوت انرژی منفیه که دورشو احاطه کردن تو زندگی این آدم و انگار زندگیش بسیار گل و بلبل بوده، ولی الان تو تارهای عنکبوت بسته شده که نشون داره میده که زندگیش داره پژمرده میشه، چه به لحاظ احساسی، چه به لحاظ کاری، چه به لحاظ مالی، چه حتی به لحاظ حیثیت و آبرو و خانواده. من پژمردگی، از دست دادن رو متاسفانه میبینم و درگیری های به شدت زیاد. حتی برای بعضی هاتون دارم میبینم که به فیزیکی هم هست و این درگیری توش خانوم هست، یعنی طرف خانوم شروع میشه که میتونه که از اقوام باشه یا شریک احساسیش خانومش، نفر سوم اولش به صورت لفظیه و بعد به صورت فیزیکیه. جر و بحث به شدت شدید میبینم، به فیزیکی تبدیل میشه و به دادگاه و قانون کشیده میشه و اونجاست که میگم حیثیت و آبروش به فنا میره و ببین این رسوای اتفاق میفته و این خانوم خیلی داره این شخصی که تو براش نیت کردی و اذیت میکنه و زهرمار کرده زندگی رو براش. میدونی چی میگم؟ یعنی نمیذاره آب خوش از گلوش بره پایین. و اینجا داره نشون میده که این آدم خودش میدونه که نمیتونه جلوتر بره و واقفه به این که راه و پس و پیش نداره، اما نمیخواد قبول کنه یا باور کنه. برای همین داره در ظاهر مقاومت میکنه که بقیه نگن نشد، نتونست، و یک آرزوی خیلی بزرگی توی دلش بوده که مربوط به هر چیزی میتونه باشه، مربوط به پول باشه، درس باشه، مهاجرت باشه، کار و کاسبیش باشه، سرمایه گذاریش حتی باشه. یک آرزویی در زندگیش داشته که حتی من دارم میبینم که یه سری کارها هم در جهتش انجام داده، تلاشایی کرده، اما این اتفاق متاسفانه نمیفته. حتی اگه کارهای زیادی، تلاشهای زیادی هم کرده باشه، دود میشه میره هوا. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری خبرهای مهمی در راه براش و خبرهای بسیار بدیه.
و چیز دیگه ای که میبینم اینه که برنامه‌هاش که میگم دود میشه میره هوا، برای 90%شون به خاطر مسئله مالیه. یعنی یک گره مالی هم من میبینم تو کارش افتاده که نمیتونه تکون بخوره. یعنی انقدر قراره با مغز بیاد زمین، یعنی دوره‌ای رو قراره تجربه کنه که نه تنها به لحاظ احساسی یا برنامه‌ریزی و پلن و هر چیز دیگه‌ای که درگیرش هست، نه از اون جنبه ها بلکه از جنبه سلامتی هم درگیره و من افسردگی شدید رو میبینم و حتی بعضی از عزیزانی که شما نیت کردید راجبش حتی داروی اعصاب و روان مصرف میکنن و برای حتی یه عده میبینم مشکلات جسمانی هم باهاش درگیر شدن و یه سره در پی درمانشن. حالا اسم نمیبرم چه بیماری، چون خیلی داریم راجع به انرژی منفی حرف میزنیم. این آدمیه که با هر چیزی وسوسه میشه. اینو 100% نمیگم برای یه عده بیشترتون که تو 80-90%شون آدم‌هایی هستن که انگار سوسونسورن متاسفانه. مثلا یه مثال بزنم که متوجه حرفم بشین. به طور مثال اگر این شخص احساسی شما بوده، وقتی با شما تو رابطه بوده یا به یه مشکلی برخوردید با هم، یک خانوم دیگه ای رو دیده و جذب اون شده و پاش لرزیده، نمیتونه خودش رو کنترل کنه و همین اتفاق الان داره تو زندگیش میفته. یعنی من حتی میبینم چیزی نمونده. یا اگر تو شریک مسائل کاری با هم راهی داشتید، زد و بندی داشتید یا کجدستی هایی رو من ازش دیدم که باعث شده شما بفهمید و متوجه بشید که این شراکت که با یه آدم شروع کردید اوکی نیست. یعنی این آدم بابت هر چیزی که وسوسه شده و یعنی غیر چارچوبی که باید رفتار کرده داره براش اتفاق میفته. یعنی آرامش و ثبات و اعتدال داره از زندگیش میره بیرون و یه سری از شماها همش داری به این فکر میکنی که کی پس این اتفاقا میفته. این که داره راحت زندگیشو میکنه، داره نشون میده که اون آرامشه، اون ثبات قراره که بره ازش. یعنی تو دیگه انقدر فکرتو به هم نریز، اصلا دیگه بهش فکر نکن، رها کن. یعنی اگر تو این زندگی اگر بالای سرش بوده و داشته اون میتابیده تو زندگیش، بدون که الان دیگه سیاهی تاریکی اومده و مشکلات زیادی رو برای این شخص به وجود آوردن و میارن و زندگیش به تاریکی همین کارتا میشه عزیزم. و خیلیاتون رو دارم میبینم که میشنوید این خبر رو. تو 5 وعده رو در نظر بگیر، اگه نشنیدی بیا هرچی خواستی به من بگو. که من دارم میبینم که شما خیلی منتظر این لحظه بودید و منم چون انرژیاتون رو دریافت کردم اومدم امشب این ریدینگ رو انجام بدم که خدا سرشاهد خیس عرقم، خیس آبایم که کولر گازی روشنه، ولی قطعاً یه سری مسائلی که برملا میشه از این آدم میشنوی و شرایط قراره بد و بدتر بشه. و من یه چیزی بهتون بگم، یه عده‌ای از شما حتی امکان داره خبرها رو نشنوید، اما مطمئن باشید که اون تنش ها و نگرانی و استرس های این آدم قراره به اوج خودش برسه. شاید خیلی از شما اصلا نزدیک نباشید یا دیگه خبر نداشته باشید، ولی اتفاق میفته و این آدم قراره از یک شخصی تو زندگیش انتظار داره که حمایتش کنه توی شرایط سخت، ولی این آدم میذارتش و میره و یه داره نشون میده برای شخصی که نیت کردی یه جورایی، اگه بخوام چجوری بگم، یک چاله خیلی بزرگی برای خودش کنده به خاطر کارهایی که در گذشته انجام داده و متاسفانه من ترس از زندان رفتن میبینم. یعنی امکان داره پا به فرار هم بذاره متاسفانه. حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه برای یه عده زندان و در بند و اینا رفتن نشون میده و این آدم خیلی الکی احترام و عزت بهش دادن، میدونی؟ یعنی الکی بهش احترام میذاشتن، بالا پر میدادن و دقیقا همون آدم هایی که تا کمر برای این آدم خم میشدن
یه جورای احترام میذاشتن و دم پرش بودن و دستمال زنیشو میکردن، قراره یه درس حسابی بهش بدن. و اینجا داره نشون میده که این شخص قراره در مقابل کسانی که خیلی قبولش داشتن بی اعتبار، بی احترام، بی حیثیت بشه. یعنی من برای این شخص بی حیثیت شدن و بی آبرو شدن رو به شدت میبینم و مشکلاتی که داره یکی دوتا نیست متاسفانه. وقتی کارت ها انقدر منفی و تاریکه، یعنی مشکلات و تنش های زندگیش مثل یک کوه خیلی بزرگ میمونه که حتی یکیشو حل کنه، دوتاشو حل کنه، چجور میخواد تا قله بره حل کنه؟ نمیتونه. و این شخص یک کار قانونی داره، یک کار دادگاهی داره و رأی و پایان اون دادگاه، پایان اون کار قانونیش به نفع این آدم نیست و گرفتار میشه با تمام تلاش هایی که کرده. و طرف مقابل این شخصی که تو نیت کردی که در کار قانونی و دادگاهی هست، یک آقایی هست که این آقا میتونم بگم هم سن و سال خودشه و درگیر این مسئله هستش که این شخصی که شما براش نیت کردی و زمین بزنه، نه اینکه کمکش کنه، ولی اون اینجوری فکر میکنه. و چیزی که داره نشون میده اینه که تو یکم آرامشت حفظ کن. چرا؟ به خاطر اینکه تو 5 وعده دیگه برای حتی 80% شما، 85% شما مشخص میشه، به گوشت میرسه خیلی از این مصیبت ها رو و شوکه میشی. و داره نشون میده که همین الانش که تو داری صدای منو میشنوی، اوایل شروع این تنش ها و چالش هاشه، یعنی شروع شده و داره نشون میده که قطعاً استارت این کارمایی که باید پس بده، الان این خودش افتاد بیرون. ببین داره نشون میده، این کارتی که خود تاروت انداخت بیرون، مثلا نمیخواستم کارت بکشم. ببین داره نشون میده که این خانومی که تو قبلتر تو فال هم گفتم تو این ریدینگ، بیچاره میکنه این آدم رو. یعنی برای یه عده‌ای از شما، حالا یه درصدی، یا چون بچه فال جنرال من از همه جوانب و زوایا بهتون توضیح میدم، ولی برای اون عده‌ای که توضیح دادم که این رسوایی قرار اتفاق بیفته که با مغز بخوره زمین، از طریق این خانومیه که عنصر حتی میتونه باد داشته باشه یا مثل باد، مثل طوفان بیاد زیر و رو کنه زندگیشو بره و ولا غیر. همین زیبایی که حالا بدبختی مردم زیبا نیست، ولی خب هر آدمی مسئول کارهایی که انجام میده، چه به خوبی چه به بدی. و بچه‌ها واقعا انرژی من سر این ریدینگ گرفته شد و داره نشون میده، البته فدا سرتونا، ولی خب میخوام اینو بگم که سعی کنید. ببین هیچ چیزی توی این جهان هستی از نظر خداوند پنهان نمیمونه. یعنی چه کار خوبی انجام بشه، چه کار بدی، قطعاً تقاصش یا نتیجهش رو خواهیم دید. حالا برای عده‌ای زودتر، برای عده‌ای دیرتر، برای عده‌ای به گوشمون میرسه، برای عده‌ای به گوشمون نمیرسه. و قطعاً انرژی شماها انقدری بالا بوده که منو مجاب کردید امشب بیام. یعنی امروز از صبح که داشتم کارهای مشتری ها رو انجام میدادم، چه برای انرژی خوانی، چه شم تراپی یا تعبیر خواب و هر چی، داشتم هی به این فکر میکردم که امشب من چه ریدینگی راجع به چه موضوعی. هر وقت من به این فکر کردم همین کارمای کسی که ظلمی کرده رو بگیرم. پس ببین چقدر دلت شکسته و از خدا از ته دل خواستی که یه چیزایی متوجه بشی. گوش میدی؟ ولی از همینجا ازتون قول میخوام که با تمام سختیهاش و با تمام اون حال بدش رها کنید، ببخشید و بسپارید دست کائنات. چون چیزی که من دارم برای 90% شما میبینم رو اون شخصی که نیت کردید واقعا فاجعه است از همه لحاظ. یعنی نمیگم یکی دوتا مشکله که خب حل میشه، زمان بگذره اوکی میشه طرف، نه.
یعنی من انقدر وقتی تو 78 تا کارت نیت میکنی، بر میزنی، میای میبینی همش انرژی منفی، رسوایی، زندان، نمیدونم، اصلا برای یه دست شما که اصلا دارم میبینم که این آدم حتی از لحاظ جسمانی با مرگ داره دست و پنجه نرم میکنه دوستان. یا برای یه عده میبینم در بند زندان قراره بیفته بعد از کارهای دادگاهی و قانونیش. یعنی همین الانش هم این آدم قطعا درگیره. میدونی یعنی خداوند جهان هستی بیکار نمیشینه. هر آدمی هر بدی کنه تقاص میده، هر خوبی هم کنه قطعا ثمرش رو میبینه. یعنی این تو طول زندگی که من خودم گرفتم به من ثابت شده. اصلا هم کاری با نمیدونم اعتقادات هیچ کسی و هیچ دین و مذهبی ندارم. این یه امر طبیعیه که اتفاق میفته. پس ببین اصلا نمیخواد من هیچ توضیحی بدم، تو ببین کارتا رو. یعنی این آدم به حدی گرفتاره. من فقط یه ذره حالم بد شد به خاطر اینکه یه آدمی میاد یه غلطی میکنه، بعد تقاصش رو بعد خانواده‌اش پس بدن. یعنی اینش ذره منو به هم ریخت. ولی حالا بعد از این انرژی خانی من یه پاکسازی اساسی میکنم برای اینکه کلا هم خیس عرقم هم انرژی منفی شدیداً بهم غالبه. و اینکه کلا بچه‌ها ریدینگ کارما خیلی سنگینه، چون انرژی خیلی هاتون هست با آدم‌های مختلف و نیت‌های مختلف و اون کسایی که ظلم کردن خب یکی دوتا نیستن که چیزی که من میبینم انقدر شدید و داغونه که اصلا اگه حواستون به ریدینگ باشه از چند جوانب من از چند زوایا توضیح دادم مشکلاتی که هست. ببین قطعا تو کار و کاسبیش من گره های خصوصا برای عزیزانی که تاجر اون طرفی که نیت کردید راجبش آدم گردن کلفتیه با نفوذی، یک رسوایی مالی قرار اتفاق بیفته که اصلا ببین حتی میتونم بگم حکمش اعدام میشه. یا برای یه عده از عزیزانی که نیت کردید من دزدی میبینم که سر بزنگا مچش گرفته میشه میره تو زندان، یا تو کارهای دادگاهی قانونی که توی مسائل حالا زناشویی پیش میاد و با مدرک و سند رو میشه، باز هم یعنی از هر طرف نگاه میکنم این قصه قراره با مغز بخوره زمین زندگیشو خودش با مغز، حتی تبعاتش به دور و بریاش و خانواده‌اش هم متاسفانه قراره بخوره. یعنی چی بگم دیگه، دوست ندارم اصلا دیگه ادامهش بدم، ولش کنید چون انرژی خیلی زیاده و هی بخوام بگم بازش کنم اینجا باید تا صبح براتون حرف بزنم چون اوضاع خیلی خیته. فقط تا همین حد بدون دور چشات بگردم که رها کنی. من به تو قول 100% میدم که تو تا 5 وعده دیگه قطعاً خبرشو میشنوی، به گوشت میرسه و متوجه میشی که من وقتی میگم چیزی قراره تقاص پس بده، کسی قراره تقاص پس بده، قطعاً این اتفاق میفته. این که ازت میخوام رها کنی ببخشی به خاطر اینکه اول خودت تو آرامش باشی، اول خودت آرامش بگیری عزیزم. پس حتما جمله این که من رها هستم، من رها شدم، من بخشیدم رو برام کامنت کن. بذار این کار وقتی گروهی انجام میشه خیلی ارتعاش و فرکانسش بالاتر میره و آرامشش برمیگرده به خودت قشنگم. برای گرفتن فال شخصی و شم تراپی موکل داره روی دست با فرمول خاصش با مراسمات ویژش میتونی به شماره 0936 523 1491 در تلگرام و واتساپ با من در تماس باشیم و ادمین ها برای رزرو نوبت قطعا در خدمتتونن. فقط از همراهی و صبوریتون پیش سپاسگزارم. امکان داره یه ذره این بر اون ور جواب داده بشه به خاطر حجم بالای پیام هاست. حتما انرژی قشنگتون رو ثبت کنید عزیزان که من انرژی امشب برام تموم بشه چون خیلی افت انرژی پیدا کردم. اون قلب سفیدم رو قرمز کن. حتما اگر مورد علاقت بود، دوست داشتی، باب میلت بود، کانال سابسکرایب داشته باش قشنگم و اون زنگوله زیبارم بزن که ویدیوهای بعدی ما دست ندید. بی نهایت دوستتون دارم. تا درودی دیگر، بدرود.